پدر جان گرامی السلام علیکم. چی حال داری؟ جان جو بخیر هستی؟ آرام هستی؟ خیر هستی؟ سلامت باشی، زنده باشی. در پیتاو خود انداختی؟ در پیتاو خود انداختی؟ یخ است هوا سرد از زمستان است. هوا سرد است اما موجودیت شما این وطن گرم کرده پدر. موجودیت شما وطن گرم کرده. نمیشنوی؟ نه والله گوش می‌بسته. گرنج شده؟ نه بسته خدایا. خب این حال میشنوی؟ آره. خب خدا را شکر. ما گفتم هوا سرد است. آره. اما شما بزرگان که میبینیم گرمه. بله وجود شما در این وطن بر ما گرما میته. خدا شما نگاه کنه. سلامت باشی، زنده باشی، سلامت باشی. این چی است پدر؟ قوطی است؟ آره نور جمع میکنیم و ساختم دیم دیگه کچالوی کادوی خدا خیر کنیم. نه خانه نه خاطوی نه روزگاره. دو بچه ریزه. دو بچه ریزه داری؟ مادرش دانه سرطان کش کمینج. الله مادرکشون وفات کرده؟ دانه سرطان کش. جنت و جایش. برادرم ترمنده دیست. اینجا برمیشیم که اینجا جمع میکنم. پدر با همت هستی. کرای خانه نشه بیت نمیشه. پدر جان با همت هستی. چکار کنیم؟ با همت هستی پدر جان. خسته نباشی. چاپی بکنم؟ آره. چاپی بکنم؟ نه عذاب. الله متعال رو با سعادت نصیبت بگردانم. ما آمدم که زمستان برای تبریکی بتم. خب خانه شما خدا خیر ببینید. این زمستان رسید بخیر. رسید. هر فصل یک نعمت پروردگار است. دو یک بله. من برادر تر میشه دنیا. بله. دو یک حکمت نهفته است. دنیا سال تر میشه عمر آدم کم میشه. بله. ما روز سال عمر آدم کم میشه. بله بدون شک. فصل بهار یک نعمت است. دو حکمت هاست. فصل تابستان، فصل خزان. حال زمستان رسید. الله متعال زمستان به خیر سپری کنه. دوام حکمت هاست. ما آمدم که برتان تبریکی بودم فصل زمستانه و یک کارت تبریکی برات آوردیم پدر جان. کارت تبریکی آوردیم براتان. این کارت آوردیم براتان که از شما باشه. چی کنیم؟ این پیام تبریکی است پدر. این یک پیام برات نوشته کردیم. برات بخوانم؟ بخوان. پدر مهربان، ما به تلاش و همت شما افتخار میکنیم. این زمستان با حضور شما گرمتر است. چون شما نشان داده اید که شرافت و عشق به خانواده بالاترین ارزش‌های انسانی است. این هدیه کوچک تنها نشانه از قدردانی ماست. خداوند همیشه یار و نگهدار شما باشه پدر جان. زنده باشید. تشکر. و مبلغ 11 هزار افغانی 3 4 5 6 7 8 9 10 اینه 11 هزار افغانی از برادر ما شفیع نور از امریکا روان کردن. این توفیه تبریکی زمستان به شما باشه پدر. زنده باشی، سلامت باشی. خدا شما پادشاهش من عمر بده، خدا شما عمر بده. دین دنیا خار نشید. زنده باشی. در حق پدر مرحومشان دعای نیک کنید. دعای خیر کنید. خدا رفتیم. آمین. زمستان خوب داشته باشی. زمستان بازم بر تبریک باشی. رفتیم. الله نگهدار. السلام علیکم. چی بود پدر جان؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستی؟ جان جو آرام هستی؟ صحت خوب است جان جو؟ چی میخوری پدر؟ چی میخوری؟ ما تو گوشت نشدیم در جان. کس کمک کرد؟ بیادم گذارگاه بودم یک مزکر میکنم. خب خانه شاباد خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ امروز کار کردی؟
یعنی برام درو گفتن که بیز از رفت خدا میرم. آن میرسیم. بینی یک نفر از یک اینجایی بر اینجا کنید. اینجایی؟ یک اینجایی خدا میربان. خدا میربان. موجودیت شما برای ما گرمی میده پدر جان. وقت شما را میبینیم که در کنج سرک کراچی در دستتان است. نیت کار دارین و میخواین کار کنین دی پس پیری زحمت بکشین و ما انگیزه میبخشین که ما کار کنیم، ما هم زحمت بکشیم پدر جان و بسیار زیاد خوشحال میشم. سری ما یک بچه داریم مثلا 8 مکتب خوانده. اون کار نیست که در چپین ما نمیتونیم میریم چکار. رسمی ما آمدم که تبریکی بتون برای زمستانه نباشید. تشکر. گفتم فصل زمستان هم یک نعمت از پدر جان. کلش نعمت خداست. کلش نعمت پروردگار است. تابستان هم یک نعمت است، خزان هم یک نعمت است، زمستان هم یک نعمت است. الله بخیر سپری کنه. الله بخیر سپری کنه. لبخند شما برای خانواده گرما میده پدر جان. آمدم یک کارت تبریکی هم برات آوردیم پدر جان. کارت تبریکی است. یک متن برات نوشته کردیم تبریکی برات بخوانم. نوشتیم پدر گرامی، شما قهرمان واقعی زندگی هستید. هر روز با لبخند و اراده‌ای که دارید زندگی را برای دیگران زیباتر میکنید. امروز ما این هدیه را به شما تقدیم میکنیم تا بگوییم که وجود شما برای جامعه و خانواده‌تان یک نعمت است. خداوند همیشه قلب شما را شاد نگه دارد پدر جان. سلامت باشید. و یک توفی چیز داریم براتون پدر جان. این پدر مبلغ 11,000 افغانی است. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 این 11,000 افغانی تبریکی زمستان است. یک برادر ما آقای شفیع نور از امریکا روان کرده. خداوند قبول کنه. خداوند تو را مجلس کلام بده که کلمه غریبا کمک میکنه. خداوند حاضر شد. زنده باشید. تشکر. اینی را بگی بخیر. یکون آمادگی زمستانه می. جل جلال باشید. زنده باشید. لبخند بزن طرف خانه برو که لبخندت گرمای خوب میده و سرمای زمستان از خانواده میبرداره. شما باید دوار خلاص شده. مثل ما از خداوند میتردم. خداوند یک مسلمان مهربان میکنه. بس بیت خدا مهربان که این مذکر بر ما کرد. سلامت باشید. دعا کن در حق مرده های از برادر. آمین. الله نگهدار. السلام علیکم. السلام علیکم. صحت شما خوب است؟ بخیر هستی؟ آرام هستی؟ چه خوبه. اتاقت جور کردی پدر. زمستان است. هوا سرد است. تبریک باشه زمستان. زمستان هم تبریکی داره چون فصل تغییر کرده. طبیعت خاموش میشه، طبیعت خواب میشه. اما تا که در تابستان طبیعت بیدار میشه، پر از نعمت هاست، پر از حکمت هاست. بدون شک که فصل زمستان هم وقت طبیعت فرو میره و خواب میشه به خاطر از اینکه در بهار پر از نعمت دوباره بیدار شود. بنان زمستان برای تبریک میگم. انشالله که آمادگی گرفته باشید. نگرفتی آمادگی؟ آمادگی چی رو دیگه؟ خب به هر حالتش پدر جان شکرم. همین که شما در کنار جاده کار میکنین، در کنار جاده هستین، برای ما مثل یک چراغ است که مسیر بر ما جوانا روشن کرده و شما چراغ هستیم که ما در روشنی شما مسیر میبینیم پدر جان. شما زنده و سلامت باشید و وقت ما شما را میبینیم با ما یادآوری میکنین که هیچ بهانه برای کار نکردن وجود نداره. چند سال عمر داری پدر؟ چند سال عمر داری؟ 70 سال. 70 سال؟ الله متعال رو با سعادت نصیب شما بگرداره. این پس بر ما بدون شک یادآوری میکنین که هیچ بانه‌ای برای کار نکردن وجود نداره و ما باید حتما کار کنیم. ما باید حتما تلاش کنیم. حتما تلاش کنیم. یک پیام تبریکی از فصل زمستان برات دارم پدر جان.
پدر عزیز، داستان پینه بسته شما داستان از تلاش و شرافت است که همه ما باید از او بیاموزیم. شما چراغ امید و نماد شجاعت در این زمستان سرد هستید. خدا به شما سلامتی و آرامش عطا کند. امروز این هدیه کوچک بر گرمتر شدن قلب شما تقدیم است. شما سلامت باشید. مبلغ 11,000 افغانی 3 4 5 6 7 8 9 10 11,000 افغانی از برادر ما آقای شفیع نور از امریکا روان کرده و آمادگی برای زمستان. خیلی نصیبتان. برای گذشتگانشان دعای نیک کنیم و بازم براتون تبریک میگم. آمادگی بگیریم که زمستان است بخیر. یک ترتیبات بگیریم. بر من اجازه است. صحت و سلامت و عافیت باشید.